خیلی اومدی برو؟ عجایبات آتا چیه فکر عقیده چی خیلی؟ فکر عقیده تو میگی میبریم اگه ما فکر میکنیم که میبریم اگر یک مخلی سبب اینه بازیگر استیقلال اگه همه قانون مخلصی همه اگه ما نه تنها باید بریدن دوست بداریم ما همجا گفتیم تو بله یعنی که نو بس از برد و بخت ما باید که دستگیر باشیم ما دستگیری صغیره خود ماست زنده باش دوستان در یکی از طرفان قرار داریم برادر سانو بریم برای خوراکی نصفی سیمول کردن قرار دادیم در یک از طرف‌های شهر تاشکند تقریباً ساعت 10 تا کم 12 ما علاقه رسیدیم و در تاشکند و سیمول می‌گیریم در این طرف‌های هوا و بعداً چیکار می‌کنیم؟ بعداً رو پیش می‌گیریم سوی ورزشگاه لوکوموتیو ما همراه باشید. صحبت من اساس خانم دسته استقلال. سلام علیکم اکبر. سلام علیکم. چی انتظار ناستا در کدام حالت قرار بازیگران نو چگونه هستند؟ ما در حالت ناس قرار داریم ان شاء الله حرکت می‌کنیم. سلامت باشید. بالاخره رسیدیم به ورزشگاه لوکوموتیو در شهر تاشکند و مخلصان رو می‌بینید چگونه از دوستان عزیز بعد از چند لحظه شروع بگرد دوستان تقریبا بعد از نیم ساعت ما رو همراه باشید استقلال لوکوموتیو دوستان عزیز ما در میدانچه قرار داریم علاقه بازی پس از چند ثانیه‌های پشتیبان دستگاه باز کردند و جمشید داریم رو بخواستن که می‌بینید چگونه احساسات از همین لحظه احساسات بسیار والا و بالا دوستان عزیز انتظاریم تا استقلال غالی بیاد رو به دست بیاره چی گفتی سعدی؟ بله استقلال که نامدار است فخر ما تاجیکان است میگویم ما بله انشالله قهرمان است استقلال به پیش تاجیکستان به پیش سلام علیکم سلام علیکم ازبکستان میواسلوبی تاجیکستان
حسابی 1-0 انیخترش 0-1 در میدان لوکوموتیو دسته استقلال غالیب رسایی کردید. تبریک میکنیم بچه‌ها را. سلام علیکم. و علیکم السلام. چخیل اول چخیل رادنای. هم استاد. چخیل گذاشت نه رابی چخیل اونا ور تو چندی که توجستون در نزدیک شده سیم هم برات. خیلی هوا توزه. اما تنجه چخیل به اول وطن بود. این سفری که ما کردیم این سفر فکر میکنیم که ما بسری برام به وطن برگشتیم، وطن نزدیک شدیم. ما امیدوار بودیم، دلمون پر بود که ما با سری بلند به وطن برمیگردیم. گل استقلال در استراحت کردی؟ بله بله. چخیل بود؟ بهترین گل بود. رقم در حیرت موندن مردم ازبک. بله. گاب نیست. مردم باوری نداشت که استقلال در مدت کوتاه و این تمریناش هم خیلی بازی میکنه. ما رقمی دیره رقم هفته دیدگی نبودیم راستی گفت. یاد ترینیروکاشون دیدیم نه که بهترین پوزیشن بهترین. میدونی بهترینش در چی بود؟ وقتی گل زدن ما فکر کردیم همون تاکتیکایی که هست در منتخب ملی در استقلال وقتی گل میزنن ابرون میشینن با هم چیزا در دسته استقلال ندیدیم. وقتی گل زدن هم اتکریتی بازی بود. من فکر میکنم در آینده هم اگر همین تاکتیک را برده هم بگیرن انشالله بود استقلال در لیگ چمپیون مملکت ما رو در عرصه بین المللی بلند میبرد.
احساس بهترین بلاخره هستیم با زمین تاجیکستان و تا حال خورسندی مخلصان